دوستان عزیز سلام علیکم به هر یک شما و می‌دارم که با ما هستید و ما رو دستگیری میکنید. خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. امروز موضوعی که به همگان معلوم است موضوع مهاجران است و خواستم که این رو یک تا فهمونم با چنین امکانیاتش. چخیلی که در ویدیو پیشینه یعنی دیروز پیش موندگی بودیم بسیار هم با شما پسند اومد. همتون در رحمت داریم که پدیدید سکن لایک موندین فکراتون نوشتین و ما خواستیم که این مشکلی شما رو حل کنیم. برای همین ویدیو بسیار پناه شدن چکو میکنین در ویدیو لایک میمونید، ویدیو را در ایمو واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی رنگی ویدیو پیشینه پدیدید میکنید و بعدا میشنیم به حضور تماشا میکنیم. بسیار موضوع مهمه برای تمام مهاجران و کدومی که سفر به دیگر دولت ها میکنند. یکم برای گرانیتسایی که شما میگذارین، برای گرانیتسا بسیار ماده سوال دادگین، یعنی که هر مهاجری که در مسکو هسته باید شما گرانیتسا گذارین، اوکراین، قزاقستان یا اینکه دیگر دولت ها و این رو نکنین اگر چی میشود؟ بسیاری شما هم سوال میتین و ما تا حد امکان فهمیدیم و با چنین زوراست ما شما در میفهمونیم. همه رو گفتنی هستیم که کدومی که شما اگر بسیاری نوشتن که اگر ما نریم او را دپورت میکنن، مثال دکمن ندارن و دیگر جایها به دکمن شما را قبول نمیکنن. همون چیزایی که ای 18 همین ماه مرد تا 1 مای مثال 2 ماه 3 ماه است همون کارمندایی که مثال همین قانون قاعده را برآوردگیان به نظر میگیرن، یعنی که شما را اگه ناراحت نمیکنن. برای نفرانی که میگن گرانیتسا نگذارین دپورت میشیم، همه اینها را خودشون بین همین دو کشور مثال صحبت میکنن، مثال میفهمونن که مقصد ممکن است یا گرانیتسا گذاشتن و شما اینا را به اینوبت میگیرن. به همین خاطر آواره نشین، گرانیتسا نگذارین، گرانیتسا محکمه بهوده سنتونه صرف نکنین. دیگه موضوع ما بلیت ما میسوزه یا نمیسوزه، یا اینکه بلیت ما با چیزایی که مثال یه ماه پیش ما بلیت گرفتگیم ولی که تا اون وقت بلیت ما میسوزه. هر یک شما که بلیت میخرین از کسایی که میروید بلیت میخرید، من ویدیو پیشینه گفته بودم که مقصد شما ای کدام کسی که بلیت میخرین پرسان شوید، همونا میدونن که رفتن ممکن است یا نیست. یک چیز میگم که این همش قانونیه، یعنی گفتگیه که در همینجا گفتگیه که شما اگر از کدام کسایی که یعنی چیپتا فروشایی که مثال بلیت میخرین ما سفر کردن نمیتونیم، ما از شما احترامانه خواهش میکنیم، خواهش هم نکنیم بگین که ما رفته نمیتونیم چون که شما با پول گرفتگین بلیت و شما این حق شما است که مقصد از اونها پرسون شوید. یا اون کسی را سون نتین، بهوده سون نتین دوستان عزیز و یا را خرسان نکنین. این حق شما است. حق شما همیه که مقصد سون دادگین یا خیلیتون مثال ما دیدگیم در رادیو در دیگر خبرها دیدگیم میگن که من قرض گرفتگیم بلیت گرفتگیم، یعنی که 6 هفته بوده که دیگه شن مثال پول قرض کردی که با مهاجرت میرم ولی راه محکمه و شما حقی همون پولتون گرفتن دارین. این رو فراموش نکنید. کدامش که مقصد با شما زوری میکند یا اینکه بگه که نه نمیشود، حتما ما در مراجعت کنید، من انشالله دستگیریتون میکنم. همون نفری که شما در عصبانی کرده جواب میده که ما پولا نمیتیم، ما پولا ولی بعد میتیم، این خیلی گم نیست. شما میخواهید که پول خود نگیرین یا اینکه میتونید که با چیزای یگان ماه دیگر را مونن، با او چیزا را کی میدونه کی زنده کی مرده. دوستان عزیز پیش از ویدیو رو سر کردم با شما یک چیز رو رسوندنی هستم که در کانال برادر ما رازگریش یعنی کنکورس رفته است که این کنکورس 16000 подписчик داره. حاضر ما میکنیم اینا 50000 و 10 تا ساعت عمری چاسی یعنی ساعت‌های پیش که در دستون میمونه همه میبیند حواسش میخره. بیاین سلکش در تگ همین ویدیو موندگی میدونیم ابونه میشیم، ویدیو شاید تماشا میکنیم، خیلی ویدیو شاید یکم بار میبینیم در دیگر بلاگرها در یگان جا دیگه نیستیم، فقط تعریف نمیکنیم خودتون میدونین تماشا میکنین. سلکش در تگ همین ویدیو میدونیم ابونه میشیم، بعدا ویدیو ما را تماشا میکنیم. فکری ما را بگیرین دوستان عزیز، برین بلیتاتون سومشونه بگیرین، این خوبتره برای شما چون که پگه با چی میشه چی نمیشه الله میدونه. با این خاطر ما همه شما احترامانه خواهش میکنیم که مقصد برین بلیتاتون سومشونه بگیرین، این حق شما و من در این کار راضی نیستم که با شما یگان سروایرانی کنن یا که جوابای بزه بتن که یا که سوم ندارم یا که دیگر کارا کنن. این کار دا من راضی نیستم دوستان عزیز و نمیخوام که هم گپا را بشنوید چون که شما بسیاریاتون قرض گرفتگین، یعنی از بسیار نفران قرض گرفتگین. یعنی خیلی برای قرض گرفتن
این کار خیلی دشواره دوستان عزیز که مقصد یک کس قرض میپرسی. با همین خاطر حق شما ما میخوام که حقتون مقصد طلب کنین و سومیختون بگیرین برده قرضتون با بتین مقصد. با همین خاطر ما همین را گفتنیم تنها درباره نفرانی که بلیط دارن بر روزهای دیگر موندگیان یا اینکه ماهای اپریل دا گرفتگیان و یک خیلی مثال 21-22 گرفتگی یا خیلی آخر ماه گرفتگی. با همین خاطر برای هم گفتم که بلیطتون نسوزه سوم بلیطتون را رفتن بگیرین. با همین خاطر هم ویدیو را کردم و برای همین چیکار کردمتون در کار خودی صفحه سامون ایر در فیسبوک من دیدم. شما در حوزه همش میخونم که شما چیکار میکنین که بلیطتون نسوزه، چیکار میکنین که پولتون بگیرین اویا کسایی که شما بلیط خریدگین. برای همین ویدیو پنج دن چیکار میکنین دوستان؟ یک بار لایک کنین پدید سم میکنین از من همش یک تا با یک تا میفهمونم. سوم موضوع این است که ما از کدام دولت ها رویم به تاجیکستان یا از تاجیکستان به دیگر دولت ها رویم ما رو کرانتین دا میگیرن، یعنی که شما 14 روز در یک جا میشینین. این رو همتون میدونین و من همون صفحه هایی که مثلا مخصوص است همون را برای شما پیشنهاد میکنم، یعنی که چیزی که حقیقت داره از کدام شهر مسکو یا اینکه از کجا از تاجیکستان کدام شهروندای مسکو یا اینکه شهروندای تاجیکستان مقصد میتونن که به مسکو بروند یا اینکه از مسکو به تاجیکستان بیان. کدام شهروندان از مسکو میتونن به تاجیکستان بیان، کدام شهروندان دولت میتونن که از تاجیکستان به مسکو روند. حاضر برادرها ایشان همشه با قانون قاعدهش میفهمونیم. برای همین با صبر باشین، بشینین با حضور گوش کنین و حرکت میکنین دوستان عزیز که مقصد چیزی که به شما لازم است، چیزی که شما در احتیاج دارین من میخوام که یکمین شده بهر شما پیشکش کنم. چه خیلی که ویدیوهای دیروزه را شما دیده بودین. دوستان عزیز حاضر ما در باره کرانتین و صفحه رسمی سامون ایر که در اینجا موضوع ما همش میخونم برای شما، یعنی که در باره کرانتین و در باره همون راههایی که بسته شدگی ای کدام چیزه و کدامش همش مقصد پر را فهموندگی با دلیل است چیزی که گل میزنیم. با همین خاطر با دقت گوش کنین. در رابطه با جاری گردیدن محدودیت ها برای ورود به شهروندان خارجی و شخصانی به شهروندی به فدراسیون روسیه در دوره از 18/03/2020 تا 01/05/2020 سامون ایر وادار گردیده است شماره پروازها را به سمت شهرهای فدراسیون روسیه کاهش دهد، اما برای ادامه اجرای پروازها با اینابت پرشوی خط‌سیرها کوشش خواهد کرد. مطابق قرار حکومت فدراسیون روسیه با پروازهای سمت این کشور تنها کارمندان نمایندگی های دیپلماتی و کنسولگری ها مستقر در روسیه، رانندگان اتومبیل های بارکشانی بین المللی، سرنشانی هواپیما و قطاره ها، شخصانی که با راه ترانزیتی یعنی با ماشین از گذرگاه های فرودگاه ها میگذرند، اعضایان هیئت های رسمی و اشخاصی که روابط های دیپلماتی خدمتی دارند و یا به روسیه بنابر وفات خویش نزدیک میآیند راه داده می شود. به خط‌سیرهای سمت برگشت به تاجیکستان تمام مسافران غیر از شخصانی که از جماهیر خیتای، ایران، افغانستان، ایتالیا، کره جنوبی آمدند و یا دوام 14 روز اخیر به این کشور سفر داشتند اجازه پرواز دارند. همزمان در اساس قرار سردختر دولتی سانیتری جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری خطر واردشوی انا همین بیماری که ما نامش گرفتن نمیتونیم در یوتیوب اجازه نیست، شخصانی که مستقیما و یا با طریق ترانزیتی از کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا، شویتزاریا، سوئیسریا، بریتانیای کبیر، نروژ، نیدرلندیا، بلژیا، دانیا و ایالات متحده آمریکا وارد میشوند با مهلت 14 روز در مؤسسه‌های طبی تاجیکستان در کرانتین نگاه داشته میشوند. یعنی دوستان عزیز ما همین دولت‌هایی که نامبر کردیم کدام شما میایید شما با مهلت 14 روز در مؤسسه‌های طبی یعنی در کرانتین نگاه داشته میشوند. تحریم از جانب حکومت فدراسیون روسیه اندیشیده شده جوابگوی توصیه‌های سازمان عمومی جهانی تندرستی در حالت‌های فوق‌العاده بوده چاره موقتی میباشد.
درباره بلیط میگم چخیر که سامانه خودش گفتگی در اینجا مبلغ چیپتای مسافران در نقطه های خریدار شده پر را بازپس گردانیده میشود. پر را یگان تینگ نمیتونی اون کس در چقدر که شما پول دادین برای بلیط همون قدرش ما از چیپتا فروشان طلب میکنیم. یگان سوم نه برای خدمتش میتین نه برای دیگر چیزی که هست. چقدر که دادین بگن که همین خیلی شیدگی هم خیلی قرار رو مگه ما رفته نمیتونیم پولی بلیط مونه بازپس میخوایم بگیریم. و یا با خواهش مسافران یعنی با خواهش خودت چیپتاهای هواپیمایی با مهلت بعدی گذرانیده میشن. یعنی بخوای میگه که خیمانش بیسته مقصد بعد همین حادثه ها تمام شدن مقصد بعد همین قرار بود شدن من میخوام که باز با فدراسیون روسیه را میتونین که خیلی کنین لیکن فکری مرا بگیرین اگر پول تو نبگیرین قرض تو نبتین او خوبتره که خدمتتون چی گپ میشه. برای گرفتن معلومات بیشتر مسافران یعنی شما میتوانید به مرکز معلومات دهی شرکت مراجعت نمایید. تماس 44 640 40 49 44 640 40 50 یا اینکه به کال سنتر سامانه مراجعت کنید. همش شما با یک تا به یک تا خوبتر میفهمونم. خواستم که این ویدیو را برای شما پیشنهاد کنم بفهمونم چقدر که از دستم بیا مثل ویدیویی که دیروز پیش مونده بودم بسیار هم خوشحال شدم دستگیری کردن رحمت همتون ده و فکر میکنم که تمام مهاجران دیشون آرام شود. به همین هم در مهاجرت مقصد پولی پتن باشه گرانیسه گذاشتن همه مشکلات هست در مهاجران و من خواستم که یکی از اینها را بودیرش برای شما بگم. برای نفرانی که میگن گرانیسه نگذارین دپورت میشیم همه اینها را خودشون بین همین دو کشور مثال صحبت میکنن مثال میفهمن که مقصد ممکن نیست یا گرانیسه گذاشتن و شما اینا را به نوبت میگیرن. با همین خاطر آواره نشین گرانیسه نگذارین گرانیسه محکمه بیهوده سونتونه صرف نکنین. همین را خواستم برای شما رسانم. فکر میکنم که یک ویدیو بهترین شد برای تمام مهاجران دستگیری شد و خواستم این ویدیو را برای شما پیشکش کنم. برای ویدیو 25 شدن و دیگر برادران خواهران ما دیلشون پر شدن شما میتوانید که این ویدیو را حاضر لایک مونین پدیلیت سکنین در ایمو واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی و نزدیکانتون در پشتون باشه گپ زنین در همین کانال همنواد در اومده همین ویدیو خونن که همین را تماشا کردین همین در لایک مونن که با دیگران روند و خبردار شوند و مثل شما با خبر شوند که دلشون پر شوند. ان شاء الله همش بخیر. چخیلی که گفتم خداوند یک در رو محکم کرد در دیگر رو حتما برای ما باز میکند. خودتون رو احتیاط کنین همیشه به یاد خداوند باشید. خداوند نگهبانتون باشد. ان شاء الله همش با ناز میشه. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.